یه سوال ازت دارم، به نظر تهش چی میشه؟ این همه گیم بازی کردی، آره من یه اکانت دارم 20 میلیون الان اینو بفروشم قیمتشه، خب کی میخره؟ اکانت داری چی به دست میاری از این اکانتت؟ تهش که چی؟ بابا ولش کن، لعنتی چی این همه بازی میکنی؟ چی یاد گرفتی از این بازی ها؟ همش داره تو رو خشن‌تر میکنه. خب داداش گلم، بذارت بگم که این گیم به شخص من چیا یاد داده. این گیم بهم یاد داد که خیلی از رفیقایی که تا الان حتی یه بارم ندیدشون، معرفتشون از خیلی از آدمای دور و برت بیشتره. این بازی بهم یاد داد که ارزش خیلی از آدما رو فقط وقتی کنارت هستن میتونی درک کنی. این بازی بهم یاد داد که حتی نباید به نزدیکترین آدم کنارت هم اعتماد داشته باشی. این گیم بهم یاد داد که با ناراحت و عصبانی شدن هیچ‌وقت قرار نیست موفق باشی، فقط باید تلاش کنی خیلی قوی‌تر برگردی. من افتخار میکنم که گیمرم و وقتی خسته از سر کار برمیگردم، به جای مشروب و مواد و پارتی کردن با آدمایی که هیچ هدفی برای زندگیشون ندارن، اوقات فراغتم با یه تفریح کاملا سالم میگذرونم.